فکت اقتصادی بهمن ماه اینجوری شروع میشه که به خاطر کمبود برق طبق اعلام اتاق بازرگانی صنعت معدن تجارت شاخص مدیران خرید برای 9 ماه که زیر عدد 50، این یعنی حدود 250,000 میلیارد تومان ضرر به بخش صنعت. این باعث شده که طبق آمار بانک مرکزی سهم شبه پول از کل نقدینگی زیاد بشه. یعنی چی؟ یعنی ملت به جایی که هزینه کنن تو کسب و کار، تو تولید، میرن هزینه میکنن و سرمایه گذاری انجام میدن رو طلا، نقره، دلار. این باعث میشه که گردش مالی بیاد پایین، رکود عمیق‌تر بشه. حالا اینو بذار کنار اینکه 20 بهمن ماه سررسید سپرده‌های یک ساله است با سود 30%، دولت این سود رو میاره پایین که افزایش تقاضای شب عید ایجاد کنه. در کنارش ورود شرکت‌های پتروشیمی و فولادی رو داریم به بازار متشکل ارزی. در نتیجه این نقدینگی وارد طلا و سهم‌های دلاری محور میشه. جلسه بهمن ماه اینجوری تموم میشه که هر گونه خرید و سرمایه‌گذاری روی طلا، دلار، نقره، ملک، خودرو این ور سال با اون ور سال تومانی 10,000 اختلافش.